این برنامه در سپتامبر سال 2025 ضبط شده. موهاتون رو به خاطر این برنامه بلوند کردی. من طرفدار جوونا هستم. گفتم گلی بیا ایشون زن منه. این برنامه بسیار عالیه. هرچی دلت میخواد تو این شو بکن. همین تموم شد. بلک هت درست شد. یعنی واقعا یعنی ما نباید تحت تاثیر، یعنی راجع به ایران تحت تاثیر هیچی واقع بشیم جز برداشتی که خودمون البته گلی جو خود نیست هی تقلب میگیرن ازتون. تو چه خیابون بود گلی؟ تابلیخ تقلب بگیرن. یه تقلب برسونیم. گوچینی تو کدوم خیابون بود؟ من واقعا شاک شدم وقتی این ویدیو رو دیدم. چیز اون آهنگ آقای انشیر روحانی سلطان قلبم از اون موقع از این آهنگ الان چند تا از خواننده‌های بلک هت رو میتونی پشت سر هم اسمشون رو به ما بگی؟ یکی از اونها همه یکی از شما بزنید رو اسم کرد. تو این خونه خیلی ها اومدن از این در اومدن تو، هیچ کی نمیشناختشون، از این در رفتن بیرون. من قبول دارم. من خودم قبول دارم. کجا داری منو میبری؟ چی نگو، بشین ببین کجا میری. فکر میکنی الان شهبال کجاست؟ درست دم در وایستاده. نکردیم سر موقع نه سر موقع رسیدیم. نمیدونم اینگه داره بذار یه چیزی بگم. اولین کسایی هستین که سر وقت اومد. سر وقت اومدیم. خوبی؟ سلامتی؟ قربون شو. بفرمایید. ببخشید با اجازه ببخشید منصور جون بفرمایید. کانوری شما فردا آوردم. تو هم سر کار گذاشتم. چقدر قشنگه. چقدر قشنگ. واو در آخر آسه بیوتیفول. وای سلیقه گلی جون چیه واقعا؟ خدای من خونه رو نگاه کن. واقعا خیلی قشنگ. از همیشه قشنگ‌تر. از قبلا قشنگ. من واقعا اینجا همیشه اومده ولی هر دفعه انگار یه چیزی تغییر میکنه و هی بهتر و بهتر میشه. مرسی شهبال جون از امروز وقتتون رو به من و مهسا جون دادین. واقعا ممنون شهبال جون. خواهش بکنم. مرسی که قبول کردید که تو برنامه ما باشید. بلاندیز شو الی و نفر اول به خاطر اینکه واقعا ما اومدیم سراغ استاد. اولا خوش اومدین. دوما موهاتون رو به خاطر این برنامه بلوند کردین. نه موهامون بلوند بود. بعد تصمیم گرفتیم که برنامه رو بلوندش کنیم. در صورت من اولا صدام گرفته است به دلیلی که سرماخوردگی داشتم. مال بهارم دیگه حالا مال هرچی از یه 5-6 ماه داره اذیتم میکنه. ولی من طرفدار جوونا هستم، طرفدار کسایی که کارای نو میکنن. مرسی. و شماها
ماشاءالله هر دوتاتون هم خوشگلین، لطف دارید. هم بلوندین. هم بلاندی ما هم که اتوماتیک ما خودمون دیگه خدای خدا بلند. رنگ زده. شهبال جون 25 سال ما دوستیم، درسته؟ درسته. هم همکاری داشتیم تو بلک کت از شعر، آهنگ، کوریوگرافی، بکاپ سینگینگ. بیشتر شعرهای کامیار زمانی که تو بلک کت بوده باریکلا همه ماشاءالله. مال آره. من بعدش میدونستم با کی با کدوم بلاندیز بیام این با شو این رو شروع بلاندیز. کنم. مال سارا یه حالت دختر خانواده هنرمند است. دقیقاً اینو راست دارم همینجوره. میگم. بله دقیقاً همین. این یه همچین حالتی داره. حالا همه دوستش دارن، همه میشناسنش، دوستش دارن. از بس همه. دختر خوبیه. این گلی همسر من هر کسی رو دوست نداره، راستش این رو منم. بگم. ولی سارا رو خیلی دوست داره. اون روزم که اسم شما رو گفتیم یه رو گفت اینو که من خیلی دوست دارم. الهی قربون دیگه میدونم دقیقاً. من عاشق گلی جونم. یعنی جاتون اینجا امنه خونه خوده. قربون. گلی جون یعنی توی شهر لس آنجلس اگر بگه یکی خوبه یعنی خوبه، اگر بگه بعد دیگه باید از این شهر بری. ولی از دوربین دیگه. کناری گیری میکنه، آخه. هیچ وقت جلو دوربین کاش نمیاد. میومدن ولی واقعا. من مچشو گرفتم، آره، سورپرایزش آره. کردم. اون برنامه بله. که توی خونه گرفتیم بله. همینجا بود، اصلا برام نبود که همسر تو بیاری. این جزء پروتکل اینا نیست. اصلا روش کارشون اینجوری ولی نیست. چقدر خوب شد من من دیدم. نگفتم به خوشحال هیچکی نگفتم. گلی رو گفتم برو تو اتاق ملودی اونجا باش، وقتی صدات کردم بیا. اینا رفت اونجا، اینا همه برنامه رو گذاشتم فلان. درست موقعی که گفت خب اینا رو بگونم چه جوری پختی، گفتم گلی بیا. دیدم کارگردان گفت شهبال جون ما نمیتونیم اینو پخش کنیم. شما گفتم خب پس بگین خودتون بیاین آشپزی کنید، چون من که بلد نیستم. ولی شما حالا خوب با نمه که برنامه اصلا تو تمام برنامه هاشون به خاطر این موضوع بیشتر گرفت. یعنی تماشاگرها بیشتر گفتم ما اینو دوست داریم به دلیل اینکه خودمون هم سورپرایز شدیم که یه دفعه گلی جون کی هست اصلا. من گفتم گلی جون بیا. گلی چجوری بگم رئیس دفتر مدیر عامل تالار رودکی بود. خب ما تو تالار رودکی کار میکردم. من که 17 سال اونجا کار کرده بودم، یه روز یه دفعه دیدم یکی گفت شما شوهر خانم نورخانی؟ گفتم نفهمیدم چیه. بعد از 17 سالی که من اینجا کار کردم ایشون تازه اومده، من شوهر ایشون شدم، ایشون زن منه. شما که دوست داشتنی هستین. نه یعنی از گلی بس گلی جون دوست داشتنی واقعا از بس دوست داشتنی. نبود که من نمیگرفتم. ولی اخلاقشون این منه. منم با همه کسی نمیتونم جوشم. گلی یه حسن بزرگش خیلی حسن داره. بله. من تعریف علکی نمی کنم، ولی یکیش به هیچ وجه تو هیچ کار هنری من دخالت نمیکنه مگر اینکه من ازش بخوام، چون خوش سلیقه هست. برای اینکه آرتیست خودم میام بهش میگم وگرنه هیچ تو که خودم آره من میشناسم دیگه 25 سال که چی کار میکنی، کجا میری، این چیه درست کردی، اون چرا اینجوری شد، چقدر پول ساختی، چرا هیچی نمیگه. ولی یه بار شد شهبال جون که البته چقدر روز خوبی بود اگه یادتونه که واقعا هر چی دلت میخواد تو این شعبه. یه شبی بود که من بکاپ سینگر بودم برای فرامرز آصف. بعد دوستم سامی بیگی که از سوئد اومده بود اونجا جزو بیننده ها بود که خیلی دوباره برگشته بود، ویزاشو درست کرده بود. بعد گفتم که کامیار داره از بلک کت میره، بچه ها میخوایم فردا بریم خونه شهبال جون، چون ادی اوردی کاندید بود از قبل از جونیورز 5. بعد گفتم ادی غربی، سامی هم ایرانی میخونه، شهبال هم سامی رو دوست داشت. تو شوهای قبلی ما که شعر میخوندیم خواننده ها میخریدن کاخ غزل دیده بودم. بعد اومدیم خونه شهبال جون. بعد همون روز گلی جون یه دفعه از آشپزخونه اومد، گفتش که
همین تموم شد. بلکت درست شد. یعنی ببین سلیقش و دیر خب بالاخره این همه سال با یه من هنرمند میپرسم زندگی برای اینکه سلیقش خوبه واردن خودم بعدشون میام میگم خودشون هم این آرتیستن. صدا رو گوش کن این آهنگ رو گوش کن میگه والا من از این آهنگ خوشم نیومد. خب، اون تا میگه خوشم نیومد من میرم دوباره فکر میکنم بهش چرا گفته خوشم نیومد یا کجاشه. بعد احساس میکنم که راست میگه. یه جوری یه چیزی توش دیده که درسته، چون وقتی در می اومد می دیدم اونقدر طرفدار پیدا نکرده. من گفتم خیلی خوب. یعنی اینطوره. اینجا اگر امشب اومدین خانوادگیه، حالا صحبت بله دیگه. چون صحبت داریم، صحبت های خارج از بیزنس و هنر و اینا داریم. آره واقعا یه ریالیتی مهمونیه. باشه. ما واقعا دوست داشتیم اولا که مهمونی که اصلا گفتن آره، چون ما می‌دونم. مهمون نیستیم. مرسی. اگه مهمون بودین الان نه اصلا این برنامه اینجا ما نبودین. با مهمون از این کارا نمی‌کنیم. نمی‌کنیم. ما با مهمون از این کارا نمی‌کنیم. ولی قبل آره. از این باید بیننده ها بدونن که گلی جون همسر شهبال جون، چون بیننده های ایران هم که ببینن خب وارد باشن که ایشون یه آرتیست به تمام معنا. همینجور که از ظاهر خونه هم میبینین اینا تمام الان چیدمانای اون عکس رو می‌بینی الان اونجاست اون عکس رو. بله آقای بله. این عکس آقای بیژن. ادیتش می‌کنیم میذارین اگر بله، الان عکس. نمی‌دونم بله میتونین به ببینم. من بدین من نشون بدم ببخش. این عکس اگه ببینی با بیژن کسی طراح که یه معروف دنیا ایران. بله. میشناختنش، اینم این کسی که عکس. تمام کارهای گله گلی جون فلوریست هستن بله، و بله. تمام بزن اینجا طراحی یکم های ببینین گلارایی رو نزدیک‌تر. اینه که گلی خیلی خوش سلیقه است، خیلی خوش سلیقه، ولی تو این خوش سلیقگی من یه بیچارگی بدبختی دارم. چرا؟ برای خب، دکوریشن. به دلیل اینه که چیزایی رو که میره بیرون میبینه خوشش میاد میخرن. همون آن از در اومد خدایا الان زنگ زدم این اساس سوال در رو باز کجا کنی. بزن؟ شهبال بیا پایین کمک. آره اینه که این دور من همیشه گفتم با جی پی اس واسه وارد خونه ما بشی از این لابری از اون لابری اینجوری. خانوما دوست دارن خرید کنن، آقایون هم مثلا اساس اضافه رو زیاد باشه. اون که هیچی. بعد این که باید هی بیان پایین کمک ما بکنن. الان گلی گلی جون. خود نیست هی تقلب میگیرن ازتون. باید به این چای سرد میشه دبستانم بودی تقلب میکردی، مدرسه بودی؟ فکر والا نکنم. اصلا تقلب یادم می- نمیاد الان که دبستان تو یادت فقط دوستام یادم میاد ولی اون آره. کارا یادم نمیاد. تو بندم اینو اینجا چایی هم اینجا. مرسی. مرسی دستتون در نکنه. وای چه چایی بخوریم یا خجالت؟ موزیک ببینید بزن. چقدر خوشمزه از است. پرپریامون. ها؟ عالیه. اون نمیدونی چقدر طرفدار داره. وای معلومه بس هر جا ما رو مهمون میکنن زنگ میزنه میگه اگر خواستین چیزی بیارین تو رو خدا اینو بیارین. گفت کلی هم درست یه میکنه. ذره دیگه به من بده این خیلی آره خوب. آره خیلی حالا من خوشمزه. که الان شیرینی نمیخورم ولی نه این چیز عالیه من به به. نباید بخورم. آقای فیلمبردار، آقای روزی کارگردان، من روزی یه ساعت ولی راه براو میدم. شهبال خواستم که هم بگم. اینقدر شکم پیدا کرد گفتم خواستم بلاندی صحبت مکافات. حالا یه چیز جالب گلی جونم بلاندیزه. آره گلی جون هم بلاندیزم. ما تو خونه بلاندیزاییم. ملودی جون هم ملودی هم بلاندیزه. بله. خب پس ما تو خونه بلاندیزاییم. نه. نگفتی به بیننده چی شد که این اسمو گذاشتیم؟ اما موهاتون قشنگه. دیدی دوستان؟ پس واسه همین به شامون میخوره که بلاندیز بذاریم. من از چطور؟ قدیم تیره بودم یادتونه شهبال. آره ولی خیلی وقته ولی بلوندی. آره از موقعی که دیگه مریض شدم و دیگه حالا بعد موام در اومد خوشحال شدم گفتم بذار تا مو دارم بلوند کنم. آره بعد دیگه خدا رو بلوند شکر کردم. کنی. مرسی آره. این چون اپیزود اولتونه من اینو بله. میگم. پس ما خوبیم؟ نظر شما خوبه؟ من این برنامه بسیار عالیه ولی سعی کنید که از ایده های کسای دیگه یه ذره فاصله بگیرید. درسته ما خودمونیم ما در واقع خودمونیم. ما خودمونیم. آره. آره همینم هم دیگر آره. انتخاب کردیم. من میدونم ساهارا یه دختریه که با هر کسی هم خیلی قاطی اولا نمیشه. باعث- منم همینجور. آره. دوتاییمون مرج شدیم شب. بسیار عالی. به حرف هیچ کس
از من گرفته تا هر کسی دیگه به حرف هیچ کس گوش نکنید. کارمون ادامه چه بدیم. خوب بگن چه بد بگن، نه، ما اصلا هیچی. اهمیتی شما کار خودتون رو عرضه کنید، عوض نشید. درسته. این آیدیای خوبیه. میریم بالاخره زندگی کسایی رو که مردم دوست دارن بدونن ببینن. بیان خیلی ها هستن. شما هم یه جوری هستید که بیشترتون میشناسنتون، هم شما رو میشناسن، سالشون که گفتم مثل بچه شونم، همشون خیلی ساله. از روزی که این پاشو گذاشته اینجا من تو تلویزیون جان دیدیم. اونجا دیدم. گفتم از چیز پرسیدم، از کوروش از کوروش پرسیدم، کوروش جون این دختر خوشگله کیه؟ واقعا گفت این از چیز اومده، از دبی اومده، تازه از دبی اومده اون موقع. خیلی جوان، خیلی ولی ماشاءالله بچه بک‌گراند پری داره از هنر. نه این از اونهاییست که هر دوره‌ای خوشگل اون دوره است. حالا الان خوشگل بلاندی. بذار یه چیزی بگم، اگر زن بیاد از زن دیگری از لحاظ زیباییش تعریف کنه دروغ نیست. نتونسته گشته که چه ایرادی پیدا کنه ایراده رو بگه. اما اگر میاد میگه مثلا سارا گلی همیشه میگه، البته ملودی هم میگه که یکی از خوشگل‌ترین دختراست که باید این اونا که حرف میزن شما 200%. من واسه اینکه تو رو اون زمان تو دیدم ایشون اون زمانش ندیدم. من کوچیک بودم خوشگل بودم بچه، الان نه ها، ولی کوچیک بودم. نه ماشاءالله این شما ماه میمونه. قلبش هم شبیه صورتشه. قلب که اصلا قلب پرنده است. فرشته لس آنجلس. قلبش قلب پرنده است. شما ببین خود شما دوتا میدونم که بانوانه که شما رو دوست داشته باشن 100% موفق بودین. الان شما کلی از هنرمندها و سلبریتی های ما خانوم هستن. بله. ولی که این برنامه خوبیه. برنامه خوبیه. واقعا دوست داشتید؟ بله بسیار خوبه. اینجا توی خونه هنرمند خیلی براشون جالبه که بدونن سلیقه‌اش چطوریه اون هنرمند. البته یه دفعه حمله بر خود ستایی نشه. تو این خونه خیلی ها اومدن از این در اومدن تو، هیچ کی نمیشناختشون، از این در رفتن بیرون. من قبول دارم. من خودم روی این صندلی ها کسایی نشستن که الان الگوی خیلی از مردم ایران. شما که معروف هستین به این که اصلا یک آدمی رو که میگیرین آدم رو سوپر استار میکنین. خب شما که الان یه عالم سوپر استارای همون آقای جمشید علی مراد که صحبتشون کردیم خدا رحمتشون کنه، یعنی خیلی از حرف زدین یکی از اونها یکی از اونها شما جون بزنی رو اسپیکر. الان روزا صبح که بلند میشه اولین چیزی که میزنی توی این موبایل اخبار. بیشتر جمع اخبارهای همچین مناسبی نیست. ولی من فکر میکنم ما نباید تحت تاثیر، یعنی راجع به ایران تحت تاثیر هیچی واقع بشیم جز برداشتی که خودمون از وطنمون داریم. وطنمون اون احساسی که ما پدر، مادر، خواهر، تمام اینا، تمام کسایی که نزدیکن به ما هیچ وقت اینا رو با کسی دیگه ای
مقایسه نمیکنیم. اینا همیشه هستن، هم بدشون همیشه با ما هستن، هم خوبشون فرق نمیکنه. اینا با ما، جزء از ما. مادر آدم، پدر برادر، خواهر، وطنه. بله. جای اینا رو هیچ کس نمیتونه بیاد بگیره. وطن هم که زندگی هممونه. بله، ولی خارج از مسائل سیاسی و این روزای مسائل امروزه، وقتی شما چشاتون رو میبندید، من میگم ایران چی رو تصور میکنید؟ چه صحنه ای میبینید؟ خیلی چیزا رو تصور میکنم. اولین صحنه ای که اولین تصویری که اولین تصویر که نگاه میکنم، دوستای مدرسم دوره دبستان بیشتر. دوره دبستان، چون دوره کودکستان واسه دوره بازیگری و فلان و جیجیه، فقط میخوای خود بازی کنی فلان. ولی دوران دبستان اصلا دوست دبستانی من وقتی اما آهنگ ساختن یار دبستانی من، اینه که دبستان دوره‌ایه که مثل این که جوونی تحصیلاتته. اولین چیزی که میاد الان یادم هیچ کدومشون نیستن الان، بیشتریاشون باز بگم بیشتریاشون، ولی نیستن از لحاظ جسمی نیستن. ولی میونه حرفتون کوچینی تو کدوم خیابون بود؟ کوچینی نه تو خیابونه آپادانه؟ نه خیابونه بهار بود. تو چه خیابون بود؟ یکی تابلیغ بود، تقلب ببینم یه تقلب برسونه. گوچینی تو کدوم خیابون بود؟ بلوار الیزابت. نه بلوار الیزابت بود. این خیابون که در توش بود بهار بود. ولی اصل بود. ولی اصل من بلد نیستم، فقط میگم. نه کاخ شمالی. کاخ شمالی دیگه. اونجا دبستان منم بود. دبستان نوربخش بود. شمالی. دبستان مرجان اونجا بود. نمیدونم، به درفت دختر زیاد اونجا بود. دختر مدرسه اونجا بود. آره درسته، بلوار الیزابت بود. بلوار الیزابت. ولی باور کنید که من فکر میکنم کوچیکی تو آپادانا و مهناز بود دیگه. نه کاخ درسته، کاخ شمالی بود دیگه. کاخ شمالی. فرح شمالی نه کاخ شمالی. درست. کاخ در کوچینی تو کاخ شمالی بود. بعدن بلوار الیزابت رو بازی کراس میکردی، یعنی میرفتی اون ورش. من دارم میمرجه میکنم بلوار الیزابت رو. چقدر خوبه شما ایران رو میدونین، یادتونه دربارش حرف میزنین. من هیچی نمیتونم از ایران بگم. عزیزم نبودی ایران اصلا. از کلاس اول خارج از ایران بودم. کجا به دنیا من تهران پارس به دنیا اومدم، ولی موقعی که موشک بارون بود که ما دیگه از ایران در اومدیم قیطریه بودیم. من 6 سالم بود در اومدیم از ایران. نیستش فقط یا میدونم دوران کودکستان تهران بود. دوران دبستان و دبیرستان و تا آخرش بود. شما چطور؟ من 14 ساله اومدم بیرون. همیشه برای همین گفتم که دوست دارم الان خیابون پهلوی رو برم و اون درخت‌ها. شما پس خیلی میتونین صحبت کنین. ما خونمون اتفاقا بالا درست این ور خیابون پهلوی فرشته بود، روبروی فرشته پیراسته بود. خونه من تو فرشته ما تو ما تو پیراسته بودیم. درست روبروی. ما روبروی یکتا. روبروی یکتا پیراسته است. آره اون برم چیزه زعفرانی است دیگه. یکتا همون یکتا مال آقای ارمنی بود. ساندویچ کالباساش خیلی معروف بود. اون درست اون برای خیابون ما، اون برای خیابون پیراسته بود روبروش. اوکی پس دیگه خیلی یاد تهران کردیم. بله اونجا نزدیک شمرون بود دیگه. میرفتیم تجریش و فلان. ما که تو کوچینی کار میکردیم خب خیلی معروف شده بود اونجا به دلیل سبک موزیکی که میزدیم و فلان حرفا. ما موزیک ایرانی که هیچ وقت نزدیم. بله بیشتر شما غربی بودیم. ما همیشه بلکس همیشه اصلا تا موقعی که اومد خارج اولین آهنگ فارسیشو زد. ما اصلا آهنگ فارسی تو ایران فقط 3 تا رو زدیم یا 4 تا که فرهاد خوند که اون آهنگ جمعه است. بله. آهنگ
و 3 تا آهنگ دیگه من است. با شما مصاحبه داشتم، با شما آقای خدا روحشون شاد آقای حسین فرجی. حسین فرجی، بله. بله. یه تیکه آهنگ بذاریم که ما توی زمان کوچینی چی جوری میزدیم، بله. چی میزدیم، چند سال جلو بوده این، مال چند سال پیش، مال 65 سال پیش یک همچین ویدیویی توی ایران با یه همچین موزیکی به حالت لایو زده شد. من واقعا شاک شدم وقتی این ویدیو رو دیدم. اصلا اما- گفتم چقدر جلو بودیم اون موقع. یعنی اصلا یکی از کارگردانای بزرگ هالیوود بله. شب برنامه که اون شب شما دعوت داشتین بله. اونجا بود. بله. اونجا بود. ما یه تیکه از این فیلم رو نشون دادیم. وقتی ما برنامه‌مون تموم شد، چون شوهر یکی بود که خانومش دوست ملودی ما بود، اومده بودن دوتایی. بله. خیلی آدم بزرگیه، بهش میگن گادفادر تو هالیوود. این گفت محاله توی ایران در هیچ زمانی اینجور موزیک زده شده باشه. این معلومه چجوری شما درست کردیم. گفتیم ما برامون عادی بوده اتفاقا. هوش مصنوعی نداشتیم اون موقع که درست کنیم. این من اونها خودم اونجا هم سنم تو این ویدیو، سن من خودم تو اون ویدیو. اتفاقا میخواستم بگم شهبال جان، یعنی من اون ویدیو رو تا دیدم شناختی نداشتم از بند شما، تا دیدم شما رو اول شناختم. گفتم شهبال اونقدر تغییری نکرده، فقط موهاش جوگندانی شده. نه اون اصلا 1 ساعت هم هست. ما خیلی مهمونی و ساده با همه هنرمندایی که خیلی صمیمی هستیم، واقعا مثل خانواده‌مون هستن. من شهبال و گلی جون واقعا 25 ساله که همکاری خیلی زیاد داشتیم. غیر از همکاری مثل دختره خونه و غیر از همکاری ما هر جمعه شب، چهارشنبه شب بود اولا، هر چهارشنبه شب دوره داشتیم اینجا با خانواده گلی جون، خانواده شهبال جون، و بعدش شد جمعه ها. ولی خب دیگه باز بعداً انشالله بعد میگه من یکم چیز شدم، یکم تقصیر من بود، بریک داشتم برای مریضیم، ولی الان باز دوباره شروع میکنیم. الان چند تا از خواننده‌های بلک کت رو میتونی پشت سر هم اسمشون رو به ما بگی؟ فرهاد، ابی، شهرام، هادویگر، آلفردو که الان خواننده اپرا توی ایتالیاست. بعدش دیگه موو کردیم اومدیم آمریکا. پیروز، کامران اومن، کامیار، سمی، ادی عطار، ادوین، آیدین یوسفی و هشار. جمشید علی مراد هم جمشید علی مراد اولی بود ولی تو بلک کتس نبود. اینو من خیلی جاها گفتم ولی تو گوگل اشتباهه. من نمیدونم این گوگلی مگولی مثل واقعا گوگلی مگولیه. چون یه دفعه من میبینم مادر منو کردن هنرمند موسیقی، اصلا مامان من دبیر ریاضی و دبیر ادبیات بود تو مدرسه خانم جوانبانی. اصلا بعد پدر اصلا یه شغلای دیگه بهش دادن. گفتم بابا اینا کسایی دیگه الان همه مردم میگن مگه اینا چند تا پدر مادر دارن؟ بابا یه دونه پدر مادر داریم. اون 2 نفر باسی من بگم که اینا کیان چی کار میکنن دیگه. من هم مادرم دبیر ریاضی و دبیر ادبیات بود، پدر سرهنگ ارتش بود، ولی یکی از پایه‌گذارهای تئاتر و سینمای ایران. ساهرا اگه بخوایم که حالا که شهبال جون راجع به عارف صحبت کردن، عارف عزیز، کدوم آهنگش رو یادت میاد؟ کی بهتر از تو؟ آخه تو اینو یادته ولی بگذار من یا شما یادتون یا چیز اون آهنگ آقای انشیر ابران روحانی سلطان قلبم، از اون موقع از این آهنگ اصلا اسم گذاشتم برای سلطان قلبم.
بفرمایید آقای چای. کارگردان باشید واقعا. آره اونو بفرمایید چای. بفرمایید چای. بیا چیرز با آقای کارگردان. آقای کارگردان خسته نباشین. چیرز. راست میگن شهبال بچه‌ها جان. مرسی. بزنیم بریم تو ایوون. مرسی که تا حالا با ما بودین. مرسی از شما شهبال خواهش جون. می‌کنم. مرسی محسن جون. مرسی خیلی عزیزم وقت شهبال گذاشتید. عزیزم مرسی قربون واقعا. شما. مرسی. هنرمندا 100% هنرمندا همشون وایب خوب دارن، همشون، وگرنه اصلا معروف نمی‌شدن، اصلا کسی نمی‌شناختشون. بچه‌ها چیرز با شهبال جون خدافظی کنیم. خداحافظ. بیرون شهبال جون I love you. قربونت برم. خیلی دوست دارم شهبال. خیلی خیلی دوست دارم. شهبال عزیزم. مرسی مرسی که مرسی اومدید. که ما رو اجازه دادین نه بیان. اینجا خونه خودتونه، هر وقت بیاید. دیگه چهارشنبه رو گفتیم من که ولی هر وقت چهارشنبه که اینجا میاد بودم. یادتون نره کیا رو بیارید. بله هنرمندا آرگین و کانری امروز خیلی زحمت کشیدن و مرسی از تو شهبال جون I love you. مرسی بای بای. خیلی ممنون. خدا نگهدار. مرسی.